البته صدقه و کمکشون دعا میکنیم الله قبول کنه. اما ای خواهر، تا اینکه تو فرض الله به جا نیاری، ستر نکنی، ستر چگونه که الله برات امر کرده است با همون شرایطی که شریعت فرض کرده است، اگر ستر را به جا نیاری، اگر نماز نخوانی، اگر روزه ماه شریف رمضان را روزه نگیری، اگر پولدار هستی زکات نتی، اگر حج بالات فرض شده است حج نروی البته با محرم، اگر از حرام کرده خدا دور نشوی، حلال نخوری، صدقه کردن، کمک کردن یک فقیر، یک مسکین روز قیامت را نجات نمیده، روز قیامت نجات نمیده. برای همین خواهر بدان که در قدم اول فرض حجاب فرض، چقدر که گفتم و ما تقرب عبدی بشیء احب الیه مما افترضته علیه، روایت بخاری است. الله در حدیث قدسی میگه ای بنده من، اگر تو میخواهی که به من نزدیک شوی چیکار کن؟ اول فرضا را انجام بده. آن چیزی که بالات فرض کردم او را حتمی دانستم، اول همو را بکن، اول همو را بکن. بعد میآید چی؟ بعد اعمال نافله، بعد اعمال نافله. اما اگر فرضا را انجام ندهیم بریم اول در چهارم، پنجم، دهم، بیستم درجه اعمال انجام بده، وقتی فرضها ترک شد نافله روز قیامت ما را نجات نمیده. برای همین اول فرض، اول فرض. بارک الله فیکم. این مسئله بسیار باید اهمیت بدیم. خب یک روز روزه گرفتن در راه الله، یک روز روزه گرفتن 70 سال ما را از آتش جهنم نجات میده. بارک الله فیکم.